ساندویچ داریم. عجب ساندویچی، یه ساندویچ خونگی که پر از عطر و طعم و مزه است. برای درست کردنش یه دونه پیاز بزرگ رو یا تو غذاساز پوره کنید یا اینکه رنده کنید. آب پیاز رو بگیرید و به گوشت چرخ کرده نمک و فلفل سیاه و پودر سیر و پاپریکا رو هم اضافه کنید و خیلی خوب ورز بدید. بعد اندازه یه دونه گردو ازشون بردارید و اونا رو قلقلی کنید. کف یه دونه سینی رو کیسه فریزر بذارید، قلقلیاتون رو روش بچینید، دوباره روش کیسه فریزر بذارید و با ته لیوان فشار بدید تا صاف شن. یه نیم ساعتی هم بذارید توی یخچال تا مزه ها به خورده هم بره. توی این حین 2 تا پیاز خلالی بزرگ رو با روغن و نمک قشنگ تفت بدین، درشو بذارین که هم سبک هم کاراملی بشه. بعدم قارچ های اسلایس شده رو اضافه کنید. سعی کنید که از قارچ تازه استفاده کنید چون اصلا رنگش عوض نمیشه، زیادم آب نمیندازه. بعدم فلفل دلمه نواری و گوجه فرنگی که پوست گرفت اضافه کنید. نمک و فلفل سیاه هم بزنید و تفت بدین، بذارین تا بپزه. روغن که یکم گرم شد کره رو اضافه کنید و گوشتاتون رو توش با شعله بالا سرخ کنید که آب نندازه. 2 طرف گوشتا رو که سرخ کردین اونا رو از توی تابه در بیارید. حالا دیگه سبزیجاتمون کامل پخته و آب انداخته. گوشتا رو روش بچینید و دوباره درشو بذارید تا با هم بپزن. حالا میریم سراغ سسمون. خیارشور، جعفری، مایونز و سس خردل رو خیلی خوب با هم دیگه میکس کنید. میتونید ساتوری هم حالا کنید. دیگه غذای خوشمزه ما جا افتاده و مخلوطش کنید تا کاملا با هم ترکیب بشه. بعدم 2 طرف نونتون رو از اون سس خوشمزه بزنید. سس که پخش شد دونه دونه از گوشتا بچینید و بعدم از اون سس خوشمزه سبزیجاتش روش بریزید و این ساندویچ دیگه نیازی به هیچ مخلفاتی نداره چون پر از عطر و طعمه. امیدوارم درستش کنید و در کنار خانواده یا دوستاتون نوش جونتون باشه، لذتش رو ببرین چون خیلی خوشمزه است.